قبل از بسم الله سلام بکنیم به حافظ که نه تنها شناسنامه و هویت فرهنگی و ملی ماست، شناسنامه انسانیت و عهد الهیت ماست. حافظ قرآن فقط نبوده، حافظ خیلی چیزها هست. حافظ قرآن که بوده از نظر ظاهر، حافظ معانی قرآن بوده، حافظ لطائف قرآن بوده. آن لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، آن تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. حافظ دستاوردهای میراث ادبی امام هست، یعنی هرچه که همه شاعران پیشین گفتن به صورت مینیاتور و در کمترین حجم و زیباترین صورت در حافظ متجلی شده. به زبان شراب و خمخانه و میخانه اگر صحبت کنیم، حافظ همه شراب ها رو خورده و بعد اون لطیفه مستی بخش همه این شراب ها رو از نو پدید آورده، به طوری که مستی همه شراب های پیشین در شراب او هست. حماسه حکیم طوس فردوسی که واقعا شکوه سخنش عظمت انسان رو و اون بارقه الهی انسان رو مجسم میکنه، در سخن حافظ هست. اگر گفت که نخستین فطرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. اگر گفت که اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. میبینید که حافظ در اون حماسه سهیمه. گدای میکدم لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. خشت زیر سر و بر طارم 7 اختر پای، دست منصب نگر و قدرت صاحب جاهی. دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. گرچه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. میبینید شکوه سخن فردوسی رو دارین شما، حماسه بشری رو دارین. اگر مینیاتورکاری ها و ظرافت ها و لطائف نظامی رو بخواین هست. حالا من اینها رو به تدریج در طول جلساتی که خدمت عزیزان خواهیم بود بیشتر توضیح میدم، ولی یه نمونه این بگم که نظامی میگوید که داغ بلندان طلبه هوشمند. آدم اگه داغم به جگرش هست، داغ یه چیز حسابی باید باشه. اگه هوس هم میخواد بکنه، یه هوس حسابی باید بکنه. داغ چی؟ داغی بلندی باید در دل آدم باشه، یه رفیع و درجاتی رو آدم باید داغش به جگرش باشه. اون وقت نظامی گفته که داغ بلندان بطلب، اون وقت به سبب اون داغ تو هم بلند میشی تا شوی از داغ بلندان بلند. چون نگاه میکنن میگن آقا شما داغ چی به جگرتون هست، به همون نسبت مقامتون بالاست. این خیلی دستور خوبیه که نظامی داده که داغ بلندان رو طلب بکنید. حافظ میگه که به روز واقعه تابوت ما به سرو کنید، که مرده ایم به داغ بلند بالایی. میبینید همون الماس رو گرفته، تراش‌های تازه داده و بریلیان عرضه کرده. اگر لطائف سخن مولانا که گفت بهای باده من المؤمنین انفسهم، اگر میخوای شراب بخری من پولشو بهت بگم از کجا باید بیاری و چقدر میشه، قیمتش، نرخ شراب چقدره. انفسهم یعنی خودتو باید بدی، اون شرابی نیست که اونجا یه چیزی از تو جیبت در بیاری بدی، باید هستی خودت رو اونجا گرو بذاری. و میبینید که حافظ میگه که باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. خرقه یعنی همون نفسانیت من، اینو باید بدی تا اون شرابو بهت بدن.
و اگر لطایف سخن سعدی رو بخواید که گفت سالها از پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم، خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش کون و مکان گردیدیم. باز میبینیم همین معنا چقدر شفافتر و لطیفتر و یه قدری عمیقتر شده که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. خلاصه همه لطایف زیبایی ادبیات فارسی در دیوان حافظ هست. به هم جهت اگه به یه نفر بگن آقا یه دیوان بردار تو مسافرت میخوای همراهت باشه، کدومو برمیداری؟ دیوان حافظ انتخاب میکنه، برای اینکه همه رو با خودش برده. حافظ عهد عشق، حافظ یوسف گمگشته ماست. ما یه عهدی داریم، یه قرارداد عاشقی داریم. ما یه قرارداد عاشق و معشوقی داریم با پروردگارمون، یحبهم و یحبونه. اینو فراموش کردیم، حفظ نکردیم این رو. یه نفر باید باشه که این حفظ بکنه. مولانا میگه که پاسبان عهد عاشقی بوده است، در ایام پیش پاسبان عهد اندر عهد خویش. یعنی کسی که اون عهد الهی رو حفظ کرده و اون چیزی که ما گم کردیم و اون یوسف گمگشته ماست، اون هست. اون وجدان بیدار ما که خوابیده در او بیداره. اون خاطره ازلی و اون زیبایی و اون جمال و اون شاهد یکتای عالم که در ما در غبار خودخواهی و فراموشی فرو رفته اونجا حاضره. بنابراین حافظ همه چیز ماست. حافظ اگر حافظ پیداش بکنیم همه چیزامون پیدا کردیم. اخلاقمون پیدا کردیم، انسانیتمون پیدا کردیم، جامعهمون پیدا کردیم، روابط انسانیمون پیدا کردیم و بسم الله حقیقی رو شما در حافظ پیدا میکنید. چقدر خوشم اومد این آیه که خوندن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. چقدر این زیباست این آیه، مثل عروس میمونه. اتقوا الله حق تقاته یعنی تقوا پیشه کنید. چقدر تقوا پیشه کنیم؟ اونقدر که حقشه. ببینید حقش چقدره، اون مقام رو در نظر بگیرین، ببینید که حق اون مقام چقدره. اون وقت ولا تموتن الا و انتم مسلمون. تمام سخن حافظ همینه، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مبادا که بمیری و به مقام تسلیم نرسیده باشی. مبادا که ایها الذین آمنو خطاب میکنه، مبادا که عمرت به سر بیاد و این حال خوش تسلیم رو و بیخیشی رو نرسی بهش. صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. ما رو مست بکنید. تمام دیوان حافظ چند تا کلمه خلاصه میشه: مستی، عشق، عیش و عشرت، شادی، خوشگذرونی، زیبایی. از این بهتر میشه چیزی؟ منتها درجه یک بهترین نوعش انتخاب کرده، گفته همه چیزا خوبه منتها نوع درجه یکش. شراب اگه میخوای شراب خوب ما بهتون بدیم. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. سلام بر شما که اومدید روی نیاز آوردید به درگاه میخانه حافظ. سلام بر همه کسانی که عاشق حافظ هستند. چرا؟ برای اینکه یعنی عاشق خوبی، عاشق زیبایی، عاشق دانایی، عاشق همه لطایف پنهان و گوهرهای نهانی در وجود انسان هستند که خداوند گذاشته. بنابراین اون شرابی که شما بخورید و خوش خورم بشید و از غم و غصه این عالم خلاص بشین. و این بسم الله، چرا این چه ربطی بسم الله داره؟ برای اینکه بسم الله که این کلمه که نیست، بسم الله رحمت واسعه الهیه. این در وجود حافظ جریان پیدا کرده، همه حافظ گرفته. این رحمت
یه وقت این تمام وجود آدم میگیره. حرف میزنن رحمت، صحبت میکنه رحمت، راه میره رحمت، عشق میورزه رحمت، ملامت میکنه رحمت، هر کاری میکنه رحمت. برای اینکه وسعت کل شی، اجازه داده که اون رحمتی که وسعت کل شی بیاد بگیره. ما نمیذاریم. ما یه دیوار کشیدیم اینجا که شاهد تو صد روی شاهد است. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا. یه سد محکمی کشیدیم که این رحمت نیاد بخوره به ما. گفتن که وقتی رحمتا للعالمین در روز قیامت میاد برای شفاعت در جهنم، ابو لهب و ابو جهل توی حفره هستن و اونجا دیدن یه نسیم خوشی میاد و اینها. گفتن که پرسیدن که چه خبر شده اینا. گفتن که پیغمبر اکرم آمده برای شفاعت. گفت در این حفره رو بذار که به ما نخوره، نسیمش بوش به ما نخوره. اینقدر اینا عناد داشتن و خیلی این کارو میکنن، جلوی این رحمت رو بستن، نمیذاره اون با نسیم بهش بخوره. بسم الله رو همین فقط میاد تا دم این کلمات لب و میره دیگه، نفوذ پیدا نمیکنه که بیاد همه آدم رو بگیره. مولانا گفتش که این تومار وجود منو تو بردار نگاه کن، از بالا تا پایینش نمیشه تو مرو. هست تومار دل من به درازی ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو. یعنی سریان پیدا کردی در تمام وجود من. اون رحمت ما رو گرفت، ما غرق شدیم در اون رحمت، در شکرستان جان غرق شدیم ای عمو. بنابراین حقیقت بسم الله در وجود حافظ متجلی شده که من نباشم که تو باشی، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این از میان برخاسته. و امشب من نمیخوام از حافظ صحبت بکنم، حرف نمیخوام بزنیم، میخوایم بشینیم به اصطلاح اروپایی ها که میگن سمپوزیوم مثلا میگن سمپوزیوم نفت، سمپوزیوم مثلا اقتصاد، دور هم میشینن جلسات میذارن، ولی نمیدونن که سمپوزیوم یعنی چی. سمپوزیوم یعنی دور هم بشن شراب بخورن. در لغت یونانی سیمپوزیوم یعنی بشینیم دور هم شراب بخوریم. کاری بهتر از این نیست و ما این کار میخوایم بکنیم. میخوایم که این شراب حافظ رو نمیخوایم به جای حرف بزنیم، میخوایم سرو بکنیم، همون بخوریم، مست بشیم. عجبا از کسانی که هنوز گاهی بحث میکنن که این مقصود حافظ چی بوده. معلومه که چی بوده. این یه شرابی است که چطور تو فکر کردی که این شراب همون شراب شیره انگوره؟ رو که تو مست آب انگوری. خود حافظ میگه که مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری. خرم دل آن که همچه حافظ جامی زمه الست گیرد. اون کسی که مست ازل شده و مست ابد شده، اون چه ارتباطی داره با این شراب؟ این شراب اولا این باده اگر به جز یک دم بیغم نکند دل را، هرگز نکشد غم را، هرگز نبرد کین را. آن می که ز دل خیزد با روح درآمیزد، هوشیار کند جوشش مر چشم خدابین را. خمهاست از آن باده، خمهاست از این باده. یا مولانا میگه که الله الله چون که صوفی گفت می مباده، یه وقت که به جای دیگه بره گفت فکرش به باده بدنام میرود. الله 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 یعنی تحذیر میکنه که مباده همچه فکرایی بکنی، به سرت بزنه. الله الله چون که صوفی گفت می، پیش عارف کی بود معدوم شی. این که معدوم اصلا چیزی نیست که شراب باشه، نه به علت حرمتش، میگه شراب نیست. میگن بری شراب بخوری، شرابه که آدم یه دقیقه بخوره و بعد یه پیلی پیلی بخوره بعدم بیفته اونجا، این شرابه؟ شراب نیست که یک جرعه خوری 1000 علت ببرد. می خور اونیست که خیام میگه، می خور که ز دل قلت و کثرت ببرد. حساب کم و زیاد نکنی دیگه انقدر. مثل ترازو مباش همچو ترازو تو در پی کم و بیش. می خور که ز دل قلت و کثرت ببرد. اندیشه 72 ملت که بر خودشون 72 تا فرقه درست کردن، با هم نزاع و کشمکش، ما درستیم شما غلطین. شما فرض کنید 72 تا کاسه کوزه بدون آب، اون وقت دعوا میکنن که کاسه کوزه رو سر هم دیگه میشکنن که کوزه ما درسته. کوزه آقا با تو آب باشه. تو در کوزه دین تو چیه؟ تو مسیحی هستی، خیلی خوب، تو کوزت چیه؟ اگر اون آب، اگر اون حقیقت وحی درش هست، زای سعادت هم تو رو سیراب میکنه هم ما رو سیراب میکنه.
اما وقتی هیچی توش نیست، کدام یکی از اینا برای تشنه خوبه؟ آدم تشنه که وارد شده باشه، کدام یکی از این 72 تا کاسه کوزه خوبه؟ جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. چون حقیقت آب که انزلنا من السماء ماء، یعنی ما از آسمان بارانی فرستادیم که زمین مرده دلها رو زنده میکنه. چون ما خبر نداریم. گفتن این تصادفی شده بود، گفتن که آقا مردار بزین این طرف، زخمی ها رو بزین اون طرف. یه آدمی رو انداختن اون طرف، گفت بابا من زنده ام، چرا من این بر میندازی؟ گفت مردی، هنوز گرمی نمیفهمی، مردی. ما مردیم، هنوز متوجه نیستیم که مردیم. نشانه مرگ جامعه رو خانم کاترین رین در مقاله زیبایی و فواید زیبایی خیلی قشنگ نشون داده که نشانه مرگ جامعه این است که احساس زیبایی در جامعه ضعیف میشه. مردم اهمیت نمیدن که چی زیباست چی زشته، چی اینجاست چی اونجاست، چی تناسب داره چی تناسب نداره، چی این رنگه چی اون رنگه، و همینطور چی مناسب هست چی مناسب نیست، چی شایسته هست چی شایسته نیست، این کلمه خوب هست اون کلمه خوب نیست، این رفتار خوب هست اون رفتار خوب نیست، این قیافه خوب هست این قیافه خوب نیست. تمام اینه. اصلا اگه این از بین بره و انسان این حساسیت رو نداشته باشه نسبت به صورت، نسبت به فرم، نسبت به تناسب، نسبت به هارمونی، هماهنگی، این مرگ اون جامعه است. و حافظ حیات معنویه. یعنی شما وقتی با حافظ مصاحب میشید یواش یواش کوک میشین، اصلا تناسب میشین، موسیقی میشین، اصلا بعدن موسیقی میشین. این پروفسور ادوارد براون یه غزلی داره درباره حافظ که چقدر زیبا گفت، که میگه ای شاعری که یه روزگاری در کنار آب رکناباد بودی و اونجا روزگار میگذروندی و در زیر این آسمان چه حرفا زدی و اینها، میدونی تو چیکار کردی تو این عالم؟ بذار من برات بگم. تو آمدی بدترین مواد اولیه رو گرفتی، چون هر کارخونه اگه مواد اولیه‌اش خوب نباشه چیزی حسابی بیرون نمیده. شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس نشود به تربیت نشود یکیم کس. بدترین مواد گرفتی. چه روزگاری بوده که 10 بار در زمان حافظ شیراز غارت کردن، چه خونریزی ها، چه کشمکش ها، چه ریاکاری ها، چه دغلی ها، چه ارشود که سالوس و ریا و سمعه که ریای زاهد سالوس جان من فرسود، همه اینا رو گرفتی، صدای زاغ و زغن و فریاد و اینها رو گرفتی، سمفونی دادی بیرون. 400 تا 450 تا 500 تا سمفونی، هر غزل حافظ یه سمفونی، تمام تناسب. چطور ممکن از وسط این همه بی‌تناسبی چه معجزه‌ایه، چه کیمیاگری کرده حافظ که این محیط داشته و این چیزا رو گرفته. اون وقت یک چنین چیزای مطرب عشق عجب ساز نوایی داره، نقش هر پرده که زد راه به جایی داره، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی داره. اون مرتبه کمال که اروپایی‌ها میگن پرفکشن، که آدم نمیخواد یه ذره نه این برتر باشه نه اون برتر، در حافظ شما میبینید. هیچ آدم دلش نمیخواد مطرب عشق بگن آقا این مطرب بزنیم قنیاگر عشق، این کلمه رو برداریم، هر چی که هست همون بهترینش گذاشته اونجا. و اصلا این بزرگترین خدمت، اگر که ای کاش جان کیتس برخورد کرده بود که آرزو میکرد، میگفت خدایا به جای تمام نعمتهای دنیا یه چیز پرفکت به من بده، یه چیز کامل. چرا؟ برای اینکه اون یه چیز کاملی که به من دادی، من از اون کامل به کمال راه پیدا میکنم، من تو رو در اون کامل میتونم ببینم. یه چیز کامل خیلی خوبه و حافظ 400 تا غزل کامل ارائه کرده، یکی از یکی زیباتر. دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکار. در حلقه گل و مل چقدر زیباست که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. بنابراین حافظ حقیقت اون بسم الله رو که ولا تموتن الا و انتم مسلمون در دیوانش پخش کرده و راه نشون داده و کمال این مسئله رو برای ما هرچند که به ما ارائه کرده، کمال شیوه شفای این بیماری و شیوه رسیدن به اون گنج. اون چیه؟ شراب. اگر بخوایم یک کلمه رو انتخاب بکنیم، یا باید عشق رو انتخاب بکنیم یا باید شراب رو انتخاب بکنیم تو دیوان حافظ، که تقریبا تو هر غزلی هست، هر جا که نگاه کنید اون هست. مستی و عشق هم یکیه در واقع.
عشق یعنی من نباشم تو باش. مستی یعنی چی؟ مستی یعنی من نباشم تو باش. چرا مستا با هم رفیق میشن؟ مستان حقیقی، مستان باطنی، اینا با هم عربده میکشن. بیشتر چاقوکشی ها و اینا در حالت مستی رخ میده. حالا ممکنه بگن که البته مولانا هم گفته که این چنین را آنچنان تر میکنن، ولی در واقع کاری ازش نمیاد، ضعیفه. حالا اگرم یه مختصر بویی از مستی به مشام آدم میرسونه، شرابی نیست که آدم بخواد دل بهش ببنده و از او بخواد کمکی بگیره. اون که گفت اندیشه 72 ملت ببرد و پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1000 علت ببرد، این کیمیا رو حافظ پیدا کرده. این کیمیا اسمش عشقه، اسمش مستیه و 1000 تا اسم دیگه هم داره و آدرس و نشانیش هم حافظ داده. حالا من فقط یه مختصری گفتیم از این شراب بحث بکنیم و بخوریم اولا که مست بشیم. لااقل مستی و راستی، مستی و راستی. چون رازها طلبی در میان مستان رو، که راز را سر سرمست بی حیا گوید. اونی که خیلی میخواد مراقب باشه و مراقب باشه، این نفس ماست که جلوی این ایستاده و نمیذاره ما اون مستی در ما سریان پیدا بکنه. یه مثال اگر بخوایم براتون بزنیم که چطور جلوی این مستی رو نفس میگیره. تمام صحبت 2 تا کلمه است: نفس، عشق. هوشیاری، مستی. هوشیاری، مستی. نفس، عشق. من، او. تمام صحبت این. چطور میشه که این جلو رو میگیره؟ به خاطر اینکه من میفهمم در باطن که این حرف رو نباید بزنم و اون رحمت الهی شامل حال من شده، نسیمش میوزه که تو باید انصاف داشته باشی. اینجا همونطور که صبح گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا تو بازارم بگو بذار سریان پیدا کنه، تو بازارم بگو، تو ادارم بگو، با همسرم بگو، با اون یکی هم بگو، با در دوستی بگو، اینو بگو، این بذار سریان پیدا کنه. نفس هوشیاره. یعنی یه قولی بوده در اساطیر یونان که 1000 جفت چشم داشته. 1000 جفت چشم داشته. اینو مراقب کرده بودن که یک کسی رو مراقبت بکنه. این نفس ماست که با 1000 تا چشم بیداره. هرچی هم یکیشو به خواب میکنی 500 دیگه‌اش بیداره، 500 میخواد 500 دیگه‌اش بیداره. بیدار یعنی چی؟ یعنی حواسش کاملا جمعه که این بهترین بهره رو و بیشترین برکت رو به خودش متعلق بکنه. هوشیار، آدم هوشیار به میگن. و این رو مولانا میگه طوفان نوح، همه تو این غرق میشن. تا از این طوفان بیداری و هوش وا رهیدی این ضمیر چشم و گوش. از این طوفان ما رو خلاص میکنه حافظ. و این شراب اون شرابی است که بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. حالا میخوایم یه قدری در خواص این می و تأثیراتش و کیفیت شفابخشیش صحبت بکنیم. اولا این می از جنس نوره. این شراب، حالا اون شراب هم یک کمی مثلا میگن که بزن روشنشی، ولی اونا هم فکر میکنن که نوره، ولی نیست، روشن نمیشه کسی. به خاطر اینکه اگه 4 دقیقه هم آدم یه خیالی به سرش بزنه ولی بعد دوباره تاریک میشه، دوباره تاریک میشه. مستی مدام آدم باید داشته باشه. مستی 2 نوع. اول من براتون میگم، یکی مستی عرضی داریم، یکی مستی جوهری. مستی عرضی اونیست که عارض میشه بر شما، مثلا حرارت عارض میشه بر آب. این جزء آب که نیست، جزء آب نیست. آب نباید داغ باشه، میتونه یه دقیقه میذاریم بعد سرد میشه، میپره. اصلا شراب رو قدیم مشروبات الکلی روش میگفتن الارواح، یعنی میپره، مثل جن میمونه تو در بطری هم میبستن که نپره، اینکه معتقد بودن که روح این توه. اروپایی‌ها میگفتن اسپریتس، به مشروبات الکلی میگفتن اسپریتس. بنابراین یه وقت هست که یه چیزی بر ما عارض میشه، این عارض دیگه عارض زائل میشه. در فلسفه خوندید که العرضی یزول. اما یه وقت هست نه، ما ارتقاء مقام پیدا میکنیم، میرسیم به عالم مستی. یعنی ما راه پیدا میکنیم به مقام مستی. اون مستی دیگه دائما ما اونجا هستیم دیگه، تو عالم مستی هستیم شما. شادی هم همینطوره. یه وقت شادی بر شما عارض میشه، یه شادی میاد
و شما یه عارضه بر شما پیدا میشه، بعد از یه ساعت هم میره، یک خبر دیگه میدن، یه جای دیگه پیش میاد، یه چیزی واقعی رخ میده، دو مرتبه شادی میره، غم میره. یه وقت هست نه، شما میرسید به عالم شادی. حافظ به عالم شادی رسیده، نه اینکه شاد شده بوده، یه چیزی خبری شنیده بوده، اومده ارتقا پیدا کرده، به یه رفعت مقامی رسیده که اونجا عالم شادیه، اونجا عالم غم نیست، عالم قصه نیست، شکوه نیست. اگر هم میبینین گاهی شکوه و شکایت میکنن تو ادبیات، حافظ مثلا میگه چرا همچی کردی، دیشب به سیل اشک رای خواب میزدم، نمیدونم من چی از دست تو شکایت بکنم، یا مثلا ای یار بی وفا، اینا شوخیه، اینا بهانه است برای اینکه حرف بزنن. آدم وقتی با معشوقش هم صحبت میشه بالاخره یه بهونه باید گیر بیاره، یه صحبتی بکنه، وگرنه حافظ میگه ملال مصلحتی مینمایم از جانا. یه ملال هایی هست که نشونه عشقه که تو کجا بودی آخه، نبودی، چرا نمیای پیش ما، نشانه عشقه، چرا مدت هاست ما رو به کشتزار جگر خستگان نداد نمی، نمی کنم جلوی، لیک ابر رحمت دوست به کشتزار جگر خستگان نداد نمی، در صورتی که حافظ غرق بوده، منتها داره شکوه و شکایت میکنه که خلاصه به ما نمیرسی و توجه نظری به ما نداری. اینا نشانه عشق عاشقیه، وگرنه نه مولانا شکوه داشته من ز جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. اون که گفتش که از ناله خوشش میومده، گفته که مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، گفته تو مست باش و ناله بکن، خوشم میاد من از این چیزا، از این حالت مستی من خوشم میاد. زان رو سپرده اند به مستی زمام ما، از این جهت ما اومدیم همیشه مست شدیم، وگرنه ما کاری با این چیزا نداشتیم. خوشش میاد از مستی، ناله عاشقان خوش است بنال، حافظ میگه، یعنی این خوبه، مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره، عالم از ناله عشاق مبادا خالی. نه یاد یه روزی بیاد که هیچ ناله عاشقانی تو دنیا نباشه، یه نفر نگه که من تو رو دوست دارم و با تمام وجودش عاشق کسی شده باشه. اگه یه روزی این ناله قطع بشه دیگه مرگ قطعیه، سیحه آسمانی آمده همه رو رعد و برق گرفته. بنابراین این شراب اولش این که نوره، و چون نوره هزار چیز دیگه هم هست. نوره اولا همه تشبیه به نور کردن در ادبیات جهان، هر کجا صحبت از این شراب روحانی هست، ای ساقی باده روحانی زارم ز علایق جسمانی، یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک جرعه ز جام طهورم بخش، که سر فکنم به صد آسانی، این کهنه لحاف هیولانی. یه لحاف 6 لا انداختن گر سر ما، لحاف 6 لا، اون وقت میگن لذت ببر. از چی لذت ببرم؟ نه ما عاشق آدم یه لحاف چیز انداخته باشن رو سر آدم، چه لذتی میتونه ببره از دنیا؟ این کهنه لحاف هیولانی رو از سر فکنم به صد آسانی، این کهنه لحاف هیولانی، این تشبیه کردن به نور. حالا من این قصیده ابن فارز رو چند بیت اولش براتون میخونم، بعد یه فرصت دیگری، چون ابن فارز در واقع پیشرو به حافظه و میشه گفت که همه اشعارش در دیوان حافظ منعکسه و هرچی گفته طابق النعل به نعل حافظم گفته همونا رو. اولش این است که شربنا علی ذکر الحبیب مدامتن، ما یه شرابی خوردیم به یاد دوست، سکرنا بها، مست شدیم، من قبل ان یخلق الکرم، قبل از اینکه اصلا تاک به وجود بیاد. بودم آن روز من از طایفه دردکشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. پیش از آن کن در جهان تاک می و ببخشید جام می و انگور بود، از شراب لایزالی جان ما مخمور بود. شربنا بها من قبل ان یخلق الکرم. بعد میگه لحل بدر کأسون، این شراب رو ریختن در جام ماه، در جام ماه. خودش چیه؟ خودش خورشیده. وحیه شمسون، یودی رو کی سرو میکنه این شراب رو؟ هلالون، یک کمرباری که مثل هلال اینو سرو میکنه. و کم یبدو اذا مزجت نجمو، و چقدر ستاره وقتی که اینو چیزش میکنن یه قدری
برای اونایی که تازه کار هستن نمیتونن شراب سنگین و قوی بخورن، کمی با آب و اینا قاطی میکنن، آب لیمو اینا میزنن. حالا ما گفتش که تو مجالس این عالم زیاد شنیده میشه این حرفا. حالا کسی نگه که آقا پس شما خودتون از کجا مثلا اینا رو میدونید. اینا اشکالی نداره، حافظم اینا رو گاهی اصطلاحاتشو میدونستن، اینا کاری نداره دونستن این چیزا. بعضی میگن مولانا مثلا این اصطلاحات چوپانی، یه دفعه اینا مثلا یه چوپانی رو ببینن میگن این همه ظرافت لذت شراب رو که میان مثال لذت مستی میان چشم نشستی، طریق فهم ببستی، چه آفتی چه بلایی. این که میگه که مثال لذت مستی، این باید حتما خورده باشه. بله خورده، منتها یه نوع دیگه شو، نوع مرغوب‌ترش که آدم خورد، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، میتونه بفهمه که اونم از چی داره صحبت میکنه. به هر حال کم یبدو اذا مزجت نجم، پس همش از جنس نور خورشید، بعد میاد در ماه، در بدر، بعد میاد در هلال. بدر و هلال رمز گوهر حواست. گوهر حوا اون کسیست که این جام رو زن هدیه میکنه، اون شراب رو. ساقی زنه، ساقی باده روحانی زنه. اگر اون گوهر حوا درش حفظ بشه و در زیر غبار عالم کثرت گم نشه، زن هست که میتونه این خورشید رو، نورش رو بیاره و پخش بکنه در عالم، به علت بلندی مقامش. زن خیلی مقامش بالاست، خیلی مقامش بالاست. اگر شما بدونید که اصلا معنی الهیت و معنی معشوقیت، چون خداوند هم عاشقه هم معشوقه، معشوقیتش بالاتر یا عاشقیتش؟ معشوقیتش بالاتر دیگه، چون معشوق مقامش بالاتر از عاشقه. معشوق میتونه ناز بکنه، عشق بکنه، نه عاشق باید راز و نیاز بکنه و چیز بکنه. گفت ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. اون میتونه وفا هم نکنه، میگه وفا نمیکنه. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشه. ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. بنابراین معشوقیتش بهتره. معشوقیتش رو به صورت زن مجسم کردن. محی الدین در اون دیداری که با اون بانوی اصفهانی داشته در مکه، اونجا اشاره میکنه که این دختری که من دیدم و ابواب حکمت و معرفت بر من گشوده شد، این شراب زیبایی که به من ریختن، در جام چشم من ریختن، پیاله چشم مست بادخوار است، این شراب این تجلی الهیت بود. همون دختر پادشاه چین که مولانا او رو تشبیه کرده به دختر پادشاه چین. چرا به دختر پادشاه چین تشبیه میکنن؟ جمال ابدی رو و که اون مقام معشوقیته به زن تشبیه میشه. زن قدر خودشو بدونه. و تمام ادبیات جهان خدا رو در چهره و قامت معشوق مجسم میکنه و معشوق مظهرش در این عالم زن هست. بنابراین این شراب نوره. به نیمه شب اگرت آفتاب میباید، اگر دلت گرفته، اگر قصه داری، اگر تاریک شدی، این شراب هست که مثل چراغ میدرخشه، مثل خورشید میدرخشه. به نیمه شب اگرت آفتاب میباید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. ساقی چراغ می به ره آفتاب گیر، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. یعنی خورشید میتونه چراغ خودش رو با این شراب روشن بکنه. این شراب شرابی است که عین نوره، تجلی حقیقت نوره. اون نور مجازیه، این نور حقیقیه. بنابراین چون نور ایمان هم هست، این شراب ایمان ماست. اصلا این شراب کسی نخوره ایمان پیدا نمیکنه. شیخ بهایی گفتش که زاهدی به میخانه سرخروز می دیدم، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. حالا مسلمان شدی که حالا که سرخرو شدی، موقع زردرو بودی. زردرو از چی آدم میشه؟ از نفس. همش گرفتاری، همش ناراحتی، همش من چه تدبیری بیاندیشم. اصلا قیافه آدم میشه قیافه چیز. آدمایی که خیلی مراقب این عالم هستن و هوشیار و بیدارن، قیافه هاشون همونجوری میشه. حواسشون جمع، این کی بود رفت، کی بود اومد،
اینو خبر بگیر، اونو خبر بگیر، اونو نگاه کن. بعد اینجا مثلا فرض کنید که مقصودش چی بود، تمام شش دنگ حواسش، هر هزار چشمش بیداره که این موضوع بشه. این اصلا آدم از حال طبیعی عشق و شادی و اینها میندازه، مگه یه روزی ناگهان به سرش بزنه دیوانه بشه، راه صحرا بگیره و بره. مولانا میگه ظاهرا مثل که کسی از دوستانش ناگهان عاشق شده بوده، میگه که رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو، دیدیم حاج آقا تو بازار نیست دیگه. گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم فریضه دارم آخر نشان دهید. گفتش ما چتکو سفته داریم و آقا محاسبه داریم، فریضه دارم آخر نشان دهید، من دوستدار خواجه‌ام آخر نیم عدو. گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغ‌ها جو یا در کنار جو. دیگه اینجا این طرفا پیداش نمیشه. اگر دلتون گرفت، اون شراب میتونه دل آدم رو روشن بکنه، و اگر اون فروغ ایمان در دل انسان کم شد، این شراب هست که ما رو با ایمان میکنه. حافظ میگه دوستان، گفتش زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است، من نخواهم گفت ترک لعل یار و جام می. زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است، ما دینمونه. اصلا دین ما اینه که اگر تو چشمت به اون نگار و به اون لعل یار نیفته، اون کسی که گفت اتقوا الله حق تقاته، به اون زیبایی گفت ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اون لعل یاره که حرف خوب میزنه. آن لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، یعنی همه لطائفی که تو گفتی اینا رو من بیان کردم. اون یار رو دین آدم باید باشه. مولانا میگه که دین و مذهب برای ما عشق رخ دلبر ماست. پیش ارباب نظر دین مصحح این است. نظامی گفتش که نه آن می که آمد به مذهب حرام، می کسل مذهب به دوش و تمام. این یه شرابی است که اصلا اصل مذهب یعنی این شراب. یعنی تو موقعی که بی خویشتن شدی و از اون شراب عشق خوردی و مست شدی، اون وقت مستی و راستی، حرف راست میزنی، کار درست میکنی، دیگه سودای خیالات باطل خودت در سرت نیست، تسلیم او میشی. انی وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض. بنابراین این شراب اصلش ایمانه. این شراب داناییه. این شراب وقتی انسان میخوره پر از معرفت میشه، چون قبلا آدم نمیتونه اصلا هیچی بفهمه. انسانی که همش فکر خودشه چیزی نمیتونه بفهمه اصلا. به شما نگاه میکنه فکر میکنه این به چه درد من میخوره، هر چیزی رو از این دریچه نگاه میکنه که این به چه درد ما میخوره، چه مشکلی رو با این ما میتونیم حل بکنیم، سلام بکنم یا سلام نکنم، اگر چیزی بهش بدم هدیه این برمیگرده یا بر نمیگرده. آدمی که عاشق خودشه عاشق کس دیگه نمیتونه بشه. تو هیچ مجنون دیدی که با 2 لیلیسا عاشق خودشه؟ عاشق خودشه کجا میتونه شما رو به شما اصلا توجه نداره. یه داستانی هست از اسکار وایلد که میگه وقتی نرگس مرد، نرگس نارسیسوس اسم جوانی بوده، وقتی که نرگس مرد گلهای باغ همه عزادار شدن و اشک ریختن و گریه کردن و خیلی دوست داشتن، برای اینکه نارسیسوس جوان خیلی زیبایی بود و همونیست که به عشق خودش گرفتار شد و در برکه آب خودش تماشا میکرد و عاشق خودش شده بود و به خودش هم دسترسی نداشت. آدمایی که عاشق خودشون میشن هیچ وقت به خودشون هم نمیرسن، برای اینکه توهم اون اینجا. بعد خلاصه بالاخره که مرد همه عزاداری کردن و بعد اشک چشمشون خشک شد. گفتن بریم از آب جوی آب قرض کنیم. اومدن کنار جو که بابا خدا آب بده ما بازم گریه کنیم. گفت من خودم اینقدر داغ دارم که هر چی هم گریه بکنم کمه. گفتن ای مگه تو هم نرگس زیبا رو دوست داشتی؟ گفت مگه نرگس زیبا بود؟ گفتن بله. مگه تو ندیده بودی؟ گفت نه، من هر وقت که خم میشد نرگس، چون کنار آب کاشتن نرگس رو که خودش رو در من شستشو بکنه، من عکس صافی و ترابط خودم رو در چشم او میدیدم. اصلا نرگس رو ندیده بوده که این زیباست زیبا نیست. نرگس برای یه آینه بوده. بیشتر آدم ها عشقشون نهایتاً به خودشونه. بنابراین کسی که عشقش به خودشه چی میتونه بفهمه؟ زمین نمیتونه بفهمه، آسمان نمیتونه بفهمه، هیچ چی نمیتونه بفهمه، نه درخت میتونه بفهمه. اون شاعری که میگه هرگز گمان ندارم که بتونم شعری به زیبایی یک درخت ببینم در عالم که ریشه‌هاشو در زمین استوار کرده، در آغوش مادرش دستهاشو به آسمان بلند کرده و در شاخه‌هاش یه قناری میتونه اونجا آسایش پیدا بکنه. چه شعر زیبایی گفته. و میگه که من که شاعرم مطمئنم که هرگز همچی شعری
به این زیبایی نخواهم دید. چرا؟ برای اینکه شعر رو یه جاهلی مثل من میگه، اما اون شعر رو خداوند سروده. اون میتونه این شعر رو در اون درخت ببینه. آدمی که نگاه میکنه این چقدر کنده، چند تا الوار میده، این کجا میتونه درخت رو بفهمه؟ بنابراین متی ما تلق من تهوا، عرض شود که متی ما تلق من تهوا دع دنیا و امهلا. مصرع اولی چیه؟ حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. میخوای حضور رو پیدا کنی، تو غایب شدی. هی میگن خدای تو کجایی؟ تو کجایی؟ من غایب شدم، اون که غایب نشد، اون حاضر مطلقه. اسمش اصلا اسمش ظاهره. یکی از اسماء خداوند ظاهره، هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن.